بیننده بسته خبری ساعت 10 از طلوع و طلوع نیوز هستید. ابتدا سرخط خبرها. نکوهش کودتای هفتم ثور 1357 خورشیدی از سوی امارت اسلامی. حکومت سرپرست ضمن اینکه این کودتا را محکوم میکند میگوید که امارت اسلامی به اهداف خود از بهر کسب استقلال کشور، آوردن وحدت و انفاذ نظام شرعی رسیده است. اسلامي امارت د ثور د اوم کودتا ورپسې زموږ په پاک حریم کمونیستي تاړاک غندي او د ثور اتمه بیا د خپل هیواد د ازادۍ او افتخار تاریخی ورځ او لوی الهی نعمت بولی. خانهشان، قریهشان، زندگیشان در خطر بود. معافیت سفر به سرپرست وزارت خارجه از سوی شورای امنیت سازمان ملل. این معافیت یک هفته است و در آن امیرخان متقی به دوحه سفر خواهد کرد. د اسلامي امارت د دوامدارو خبرو په پایله کې به چې د قطري چارواکو سره کوي. زه امیدوار یم چې دغه مشکلات چې موجود دي دا به هم د خبرو د لارې حل شي. اعلام تاریخ اخذ امتحان کنکور 1404 خورشیدی از سوی اداره ملی امتحانات. اولین مرحله این آزمون در هفتم جوزا گرفته خواهد شد. در مجموع بیش از 112,000 داوطلب در نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب خواهند شد. دا په 5 مرحلو کې تکمیلیږي ان شاء الله. 3 مرحله هغه په ولایاتو کې وي. یو مرحله هغه په کابل کې وي. من در برنامه‌های لیسانس ما 76400 تن به وزارت تحصیلات عالی جذب داریم. افزایش شمار قربانیان انفجار در بندر عباس ایران. سلام بر شما، شب شما بخیر. من رازقیار هستم. امروز هفتم ثور برابر است با 47مین سالروز کودتای حزب دموکراتیک خلق در برابر حکومت سردار محمد داوود خان. امارت اسلامی ضمن اینکه این کودتا را محکوم میکند میگوید که حکومت سرپرست به اهداف خود از بهر کسب استقلال کشور، آوردن وحدت و انفاذ نظام شرعی رسیده است. صبحگاه هفتم ثور سال 1357 هجری خورشیدی را پایتخت نشینان با صداهای بیمناک توپ و تفنگ آغاز کردند. قطار از زره و چرخبال‌های ارتش از زمین و هوا بر ارگ ریاست جمهوری حمله کرده و نخستین کودتا علیه نخستین نظام جمهوری کشور را رقم زدند. کودتایی که منجر به کشته شدن داوود خان و 18 تن از اعضای خانواده شد و نظام دموکراتیک خلق در افغانستان روی کار آمد. پس از کشته شدن سردار محمد داوود خان، نور محمد ترکی، یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق، قدرت را در دست گرفت و سبب یک تحول بزرگ سیاسی دیگر در افغانستان شد. افغانستان اشغال شده از طرف روسا. دوم چیزی که بوده، خانهشان، قریهشان، زندگیشان در خطر بود. اینا بمبارد میکردن، میخواستن نظریه خود، مفکوره خود، ایدئولوژی خود با زور بالای مردم تحمیل بکنن. این شورش در سال 1358 پای ارتش سرخ شوروی را به افغانستان کشانید و سبب جنگ 10 ساله میان مجاهدین و شوروی سابق شد. سرانجام آخرین نظام کمونیستی به رهبری دکتر نجیب الله در 8 ماه ثور سال 1371 سقوط کرد و مجاهدین وارد کابل شدند. وضع در افغانستان، وضع امنیتی در افغانستان متساند شد، گدوت شد و اسلحه تقسیم شد. به نام مجاهدین در برابر این نظام یعنی دست مبارزه زدند و تبلیغات که هم جز جنگ روانی است نیز صورت نگرفت. همزمان با 47مین سال کودتای حزب دموکراتیک خلق، امارت اسلامی کودتای هفتم ثور را محکوم کرده است.
اسلامي امارت د ثور د اوم کودتا ورپسې زموږ په پاک حریم کمونیستي تاړاک غندي او د ثور اتمه بیا د خپل هیواد د ازادۍ او افتخار تاریخی ورځ او لوی الهی نعمت بولی چې باید شکر ادا کړو. امارت اسلامی تاکید می کند که اکنون باید از نظام شرعی شدیداً حفاظت صورت گیرد و به خاطر دوام و قوام افغانستان باثبات با نظام اسلامی تمامی شهروندان کشور متحد باشند. سرپرست وزارت خارجه در دیدار با نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، پاکستان و ایران بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و هند تاکید کرده است. به گفته وزارت خارجه، نماینده ویژه وزارت خارجه هند در این دیدار بر گسترش روابط در بخش‌های گوناگون با افغانستان ابراز امیدواری کرده است. همزمان با این امیرخان متقی در تماس تلفنی با همتای ازبکستانیش در کنار مسائل دیگر درباره برگزاری نشست سه‌جانبه در خصوص آغاز کار پروژه افغان ترانس نیز بحث کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس بخش افغانستان، ایران و پاکستان بر افزایش روابط دیپلماتیک و اقتصادی با هند تاکید کرده و از فراهم بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون در افغانستان اطمینان داده است. نماینده ویژه وزارت خارجه هند بر گسترش روابط میان کابل و دهلی نو ابراز امیدواری کرده است. د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو او اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې افغانستان کې اوس مهال د پانګونې لپاره ښه فرصتونه برابر دي او هندي پانګوال دې له دغه فرصتونو څخه په استفادې په افغانستان کې پانګونه وکړي. در سوی دیگر سرپرست وزارت خارجه با همتای ازبکستانیش درباره مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و برگزاری نشست سه‌جانبه در خصوص پروژه افغان ترانس گفتگو کرده است. آقای متقی گفته که افغانستان آمادگی کامل برای اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی مانند پروژه افغان ترانس، تقویت بیشتر همکاری‌های سیاسی، بازرگانی و ترانزیتی با ازبکستان دارد. وزرای امور خارجه هر دو کشور روی تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه و چند جانبه، گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی و بخصوص پروژه خط آهنی افغان ترانس و برگزاری نشست سه‌جانبه افغانستان، ازبکستان، پاکستان در سطح وزرای امور خارجه سه کشور صحبت و تبادل نظر نمودند. در این میان برخی از آگاهان همکاری‌های مشترک افغانستان با کشورهای منطقه را در بخش‌های گوناگون به سود کشور می‌دانند. توسعه از روابط از طریق افغانستان و تقویت ازی به عنوان نقطه وصل میتونه از لحاظ جایگاه و اهمیتی که برای فعلا افغانستان در منطقه داره در شرایط کنونی از لحاظ ثبات، اقتصاد، امنیت و بر علاوه از او از لحاظ روابط اجتماعی و کلتوری هم میتونه نقش مهم و اساسی را ایفا بکنه. سفر نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس بخش افغانستان، پاکستان و ایران به کابل در حالی است که در روزهای اخیر به سبب افزایش تنش‌های امنیتی میان دهلی نو و اسلام آباد، گذرگاه اتاری واگه برای کالاهای بازرگانی افغانستان به مقصد هند بسته شده است. همزمان با این، شورای امنیت سازمان ملل متحد از معافیت یک هفته‌ای سفر برای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه خبر داده است. کمیته تحریم‌های شورای امنیت در بیانیه گفته که معافیت سفر امیرخان متقی از 27 اپریل تا 4 می 2025 به منظور دیدار با مقام‌های قطری مجاز شده. در سوی دیگر، مسئول روابط عامه وزارت خارجه میگوید که قرار است امیرخان متقی سرپرست این وزارت در رأس هیئت بلندپایه به قطر سفر کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از معافیت یک هفته‌ای از سفر برای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه خبر داده است. در بیانیه کمیته تحریم‌های 1988 شورای امنیت آمده که سفر امیرخان متقی از 27 اپریل تا 4 ماه می 2025 میلادی به منظور دیدار با مقام‌های قطری مجاز شده است. د اسلامي امارت د دوامدارو خبرو په پایله کې به چې د قطري چارواکو سره کوي، زه امیدوار یم چې دغه مشکلات چې موجود دي دا به هم د خبرو د لارې حل شي. داسې هیڅ موضوع نشته په جهان کې یا داسې کوم مشکل نشته چې هغه د حل لار ونه لري. در سوی دیگر مسئول روابط عامه وزارت خارجه نیز به تولونیوز تایید می‌کند که قرار است سرپرست وزارت خارجه در رأس یک هیئت بلندپایه برای گفتگو پیرامون روابط دوجانبه و برخی مسائل دیگر به قطر سفر کند.
قطر با آمریکا هم رابط داره، با کشورهای عربی هم رابط داره و با کشورهای آسیایی هم، و کشور است که تقریبا بی‌طرفی خود در مسائل مداخله در امور کشورها حفظ کرده و دفتر امارات اسلامی هم برای به سفارت توجه هستند چون رابطشان خوب است. امید به این است که این نشست‌ها و این صحبت‌ها در حل بسیار قضای افغانستان، حتی در انزوای افغانستان و در جلب مسئولیت افغانستان و فشارهای افغانستان ممد واقع شود. قطر از کشورهای فعال در تحولات افغانستان است که افزون بر میزبانی مذاکرات صلح میان امارات اسلامی و حکومت پیشین افغانستان بیشترین گفتگوها و نشست‌های حکومت سرپرست با آمریکا و سایر کشورهای غربی را نیز در دوحه برگزار کرده است. در نزدیک به یک ماه پسین حدود 12,000 خانواده مهاجر افغان از سوی پاکستان از طریق گذرگاه ترخم به کشور اخراج شدند. مسئولان محلی ننگرهار میگویند که در میان خانواده های اخراج شده کسان هم هستند که تمامی اسناد قانونی را با خود دارند. در این حال خانواده های اخراج شده افزون بر شکایت از بدرفتاری پلیس پاکستان میگویند که برخی از اعضای خانواده و اموالشان نیز در آن کشور باقی مانده است. پس از 14 مهاجرت هنوز هم برای برگشت و زندگی کردن در وطن تمایل نداشتند. عبدالباقی باشنده مزار شریف پس از یک مهاجرت دراز مدت در حال از پاکستان اخراج شده که افزون بر فراورده های فصلی 10 معاشی او نیز در آنجا باقی مانده است. څلور مې نورګانې په پاکستان کې وسوه، دریم زامن وسوه، یو زوی ته مو واده پوښتې وکړئ او په اخر نه هم دا ماته راغلی ول څنګه کاټ دی مال سټیزن کاټ مې دی ماشومان گرد یجک و 10 لک روپیه ما که فصل پاتې سو. رفتار نامناسب پلیس پاکستان از دیگر چالش‌هایی است که مهاجران اخراج شده از آن به شدت انتقاد می‌کنند. پاکستان په یو بجه 25 منټه چاپره باندې واچوله ته بیا 10,000 روپۍ رانه یوړې او دا سبا باندې موږ را ډیپورټ کړو. ماجر کارټونه رانه پرې کړو. 125 ګډان مې دی هغه غلطه پاتې دي، ټیکټر مې مغلطه پاتې دي، یو شی په لاس نه دی راغلی، زنانه یې وتښته بل قصه د بولې دی پلار کړه په کوارټ کې ناستې دي. در همین حال آمار انتقال مهاجران در تورخم به طلوع نیوز میگوید که پاکستان در 27 روز گذشته حدود 12,000 خانواده را به گونه اجباری اخراج کرده است. 2,000 کورنۍ خواوشا راغلي دي چې 70,000 انفرادي افراد کېږي، انفرادي افراد کېږي د کورنیو او په دې کورنۍ کې اسنادار کورنۍ هم دي او غیر اسنادار هم دي چې اسنادار کورنۍ موږ یونیسار ته معرفي کړي دي او غیر اسنادار کورنۍ آی ام ته معرفي کړي دي چې د ټول جمله کورنۍ د افغانستان اسلامي امارات سپورټ کړي دي او ترانسپورت ورکړي دي او کومکونه ورکړي دي. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت در آخرین آمار خود گفته است که از 4 ماه اپریل تا کنون نزدیک به 100,000 بازگشت افغان از پاکستان را ثبت کرده است. چند روز پیش وزیر داخلی پاکستان در نشست به مهاجران افغان که دارای کارت اقامت موقت در پاکستان هستند دستور داد تا پایان ماه جون سال روان میلادی این کشور را ترک کنند. قرار است نخستین مرحله آزمون کانکور سال 1404 هجری خورشیدی در 7 ماه جوزا از داوطلبان 11 ولایت کشور اخذ شود. اداره ملی امتحانات میگوید که آزمون کانکور امسال در 5 مرحله از داوطلبان در سراسر کشور گرفته خواهد شد. به گفته مسئولان اداره ملی امتحانات در مجموع بیش از 112,000 داوطلب در نهادهای تحصیلات عالی، نیمه عالی و برنامه‌های ماستری و دکترا جذب خواهند شد. اداره ملی امتحانات اعلام کرد که نخستین مرحله آزمون کانکور سال 1404 به تاریخ 7 جوزا از داوطلبان 11 ولایت گرفته می شود. عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات در نشست در مرکز رسانه‌های حکومت از شفافیت در آزمون کانکور سال روان اطمینان می دهد و می افزاید که این آزمون در 5 مرحله از داوطلبان در سراسر کشور اخذ خواهد شد. دا په 5 مرحلو کې تکمیلیږي ان شاء الله. 3 مرحله هغه په ولایاتو کې وي، یو مرحله هغه په کابل کې وي، څلورمه مرحله او پنځمه مرحله بیا هغه متفرقه چې کوم په ولایاتو کې پاتې شوي خلک ته ځوانان دي. به گفته اداره ملی امتحانات مرحله دوم آزمون کانکور از 28 تا 30 ماه جوزا، مرحله سوم از 4 تا 6 ماه سرطان، مرحله چهارم در 13 سرطان
و آخرین مرحله آن یعنی آزمون متفرقه نیز در 20 ماه سرطان اخذ می شود. برخی دیگر از مسئولان در اداره ملی امتحانات می گویند که در مجموع بیش از 76,000 داوطلب در نهادهای تحصیلات عالی، بیش از 33,000 در تحصیلات نیمه عالی و 3,000 تن دیگر نیز در مقطع فوق لیسانس یا برنامه‌های ماستری و دکترا جذب خواهند شد. مجموعاً در برنامه‌های لیسانس ما 76400 تن به وزارت تحصیلات عالی جذب داریم و در برنامه‌های نیمه عالی 33550 تن و برنامه‌های فوق لیسانس که ماستری و پی اچ دی می در حدود 3000 تن می باشه. به گفته مسئولان اداره ملی امتحانات، نتایج عمومی کنکور سال 1404 هجری شمسی در اواخر ماه سرطان یا آغاز هفته نخست ماه اسد اعلام خواهد شد. امتحان کنکور سال 1404 در حال قرار است برگزار شود که هنوز هم سرنوشت بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان ناروشن باقی مانده است. ادامه خبر ده. شمار از فروشندگان گل در پایتخت از رونق بازار این محصول خبر می دهند. آنان می افزایند که نسبت به گذشته فروشاتشان افزایش یافته و شهروندان نظر به علاقه خود گل خریداری می کنند. این رنگ‌های شاد و عطرهای خوش گل‌ها رهگذران را به توقف و خرید تشویق می کند. شمار از فروشندگان در پایتخت از رونق بازار گل در این روزها ابراز خرسندی می کنند. خرید فروش خوب است، مردم میان به شوق علاقه خوب خریداری میکنند. دیگر رقم گلی که خوششان میاد گلا رو میخرند. قیمت های گل دیگه از 20 افغانی گرفته تا 500 1000، حتی اونو گل میبینید تا 5000. کار شوق است، یک شوق میکنه باز نفر می گل میخره. باز چیزی هست که همیشه پیشت می باشه. گل که گل باشی طبیعتا خوشم می باشی و امو طبیعت هم تازه می باشه. گل بسیار یک چیز خوبه. در سوی هم برخی از باشندگان کابل که اینجا آمدند گل را نمادی زیبایی و برای آرامش روح مفید می دانند. آنان از شهروندان در کشور می خواهند تا در زیبایی کشور سهم گرفته و گل خریداری کنند. ما میخوایم که چند گل خریداری کنیم که هر صبح که آدم نماز بخونه گل ببره، امی وقت هیچ دیگه میشه. روز اومدیم بخیر که ذره گل چیزا سعی کردیم خوشمون داد خریداری کنیم بریم به خانه. این گلای تازه بسیار خوب شد در خانه، طبیعت خوب خوش تیر میشه. دیگه از میاد دلمون است بخریم به خانه بخیر. همه ساله با رسیدن فصل بهار نواحی گوناگون شهر کابل نمای دیگر را به خود میگیرد و فروشندگان گلها را برای فروش در نواحی مختلف به نمایش میگذارند. وزارت فواید عامه از انتقال بیش از 360,000 تن کالا از طریق راههای آهن کشور در ماه حمل سال جاری خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت گفته است که بیشتر انتقالات در این مدت از خطوط آهن حیرتان، آقینه، ترغندی و هرات خاف انجام شده. محمد اشرف حقشناس تاکید کرده که میزان صادرات و ترانزیت کالاها 29771 متریک تن است و مقدار زیاد آن کینو، کچالو، میوه خشک و آب میوه بوده است. از طریق خطوط آهن افغانستان 306,765 متریک تن انتقالات صورت گرفته است که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و دیگر مواد به کشور وارد و صادر شده است. در مجموع انتقالات که یک بخش آن ترانزیت و صادرات می باشد، در ماه حمل سال 1404 هجری شمسی 29771 تن اموال تجارتی ترانزیت و صادر شده است. باز هم خوش آمدید. یک خصومت 110 ساله میان دو خانواده در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا به آشتی مبدل شده. بزرگان قومی میگویند که هنوز هم برخی از خصومت‌ها میان خانواده‌ها و یا هم اقوام در این ولایت وجود دارد و باید حل و فصل گردد. پس از 110 سال دشمنی یکدیگر را در آغوش میگیرند.
این مراسم حل خصومت و اختلاف میان دو خانواده در منطقه سینجک ولسوالی سید کریمی ولایت پکتیا است که پس از 110 سال با میانجیگری بزرگان قومی و مسئولان محلی حل و فصل شد. این خصومت و دشمنی از پدرانشان به میراث مانده بود که در آن از یک خانواده 2 تن کشته شده بودند. موږ د 110 کلو د زړې بدی پروغ جوړی کې الحمدلله حضور لرو او دلته د علما مشران مسؤلین راغلي دي د نور ولسوالیو د ولایت په سطح باندې او د موږ د حل منازعات د کمیټې ملګری راغلي دي په داسې مجلس کې حضور لرو چې هغه الحمدلله د 110 کلو بدی په نیکی سوله. اعضای خانواده هایی که میانشان آشتی صورت گرفته از این فیصله خرسند هستند و از دیگران میخواهند تا مشکلات خود را از طریق جرگه های قومی برطرف سازند. د ټولو نه د ما خواسته چې خپل بدی حل کړي ها خطه که تاوان مهم که ډیر تاوان یې بالکل د دې منطقې نه ورکېږم تاسو خپل بدی په سولې بدل کړئ. قومي مشرانو ته ورسي ولسوال کوشش وکړي مصر کوشش وکړي که زه مصر هم زه کوشش وکړم که بلی کې چې چا فکر رسیږي دا باید د مشکل پاک خلاص کړي هر چاته. اما بزرگان قومی میگویند که هنوز هم برخی از خصومت ها میان دو خانواده و یا دو قوم در این ولایت وجود دارد و باید حل و فصل گردد. غوښتنه کوو چې باید موږ ته هم او تام صلاحیت راکړی سي چې موږ خپل معامله په خپل مخ بوزو ځکه چې دا معامله تا نه څه واخلو دا د موږ په غاړه کې بار وګرځېده. د مځکو کې ډېرې شخړې دي باید حکومت باید غمو کې خلاص کړي. د مرګونه هم د مځکو نه پیښیږي د جنګونه هم د مځکو نه پیښیږي. مسئولان میگویند که 75 مورد اختلاف و خصومت در پکتیا نزد آنان به صدر رسیده است که از این میان 13 مورد آن در حال حل و فصل شدن است و تلاش‌ها برای حل و فصل اختلافات دیگر نیز ادامه دارد. رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگوید که همکنون به علت بلند رفتن سطح بیکاری در کشور حدود 1.5 میلیون کارگر در کشور بیکار هستند. به گفته او به هدف کاهش بیکاری با برخی کشورها در مورد فرستادن کارگران افغان توافق‌های صورت خواهد گرفت و سهولت‌ها در بخش صدور ویزه کار نیز به میان خواهد آمد. رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان افزایش سطح بیکاری را در کشور یک چالش جدی دانسته میگوید که همکنون حدود 1.5 میلیون کارگر در داخل کشور بیکار هستند. او میگوید که تلاش‌های مشترک خود را با وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان جهانی کار آغاز کردند تا سهم کارگران افغان در بخش سکتور خصوصی کشور افزایش یابد و سهولت‌های لازم نیز در بخش صدور ویزای کار برای آنان فراهم شود. هر هیواد چې کوم کارګرو ته ضرورت لري د هغو شروط مطابق بو دلته د هغو کارګرو ظرفیت لوړولو په مخه باندې بو ترتیب نیول کیږي د هغې ظرفیت به برابریږي هغه مطابق بو هغه هیواد ته لیږل کیږي. او همچنان می افزاید که برای دستیابی توافق با برخی از کشورهای خارجی مانند قطر، دبی، امارات متحده عربی و روسیه نزدیک شدند که بر اساس آن در آینده نزدیک شمار زیاد از کارگران ماهر و مسلکی افغان را به این کشورها خواهند فرستاد. په ډیرو سختو حالاتو کې نور هیوادونو ته ځي په ځای د دې باندې رسمي طریقه ورته برابره شي د کار ویزا ورکړي شي د کار د ویزې د لارې خارج ته د سفر وکړي. از سوی هم شمار از کارگران از حکومت سرپرست خواستار فراهمسازی زمینه‌های کاری هستند. موږ دغه 2 میاشتې کې به د پلکا ولاړ یو 200 کارګر د پکته پورته ګرځي 100 روپۍ د بیګا د هوټل نه لري د خرڅ نه لري کورونه پسې دي. نه یک پروژه است نه یک مؤسسه است نه کار کشاورزی چیزا اصلا نرخش پایین است. دیگه تا کار نیست که مردم کار کنه چې موږ ته کار پیدا شي مقصد کې میاشتانه وي که د کار چې موږ ته کار پیدا شي موږ ته اولاد ته شای پیدا کړو نه فقط اولاد پیدا کړو. این در حالی است که پیش از این وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده بود که برای کاهش نرخ بیکاری در کشور برخی از کشورهای خارجی به ویژه قطر زمینه‌های انتقال قانونی کارگران افغان را فراهم کردند و پس از تصویب پیشنویس توافقنامه زمینه کار برای بسیاری از کارگران افغان در این کشور فراهم خواهد شد. این وزارت همچنان افزود که سال گذشته برای بیش از 114,000 افغان و خارجی مجوز کار توزیع کرده است.
در حالی که بیش از یک ماه از آغاز سال 1404 خورشیدی می‌گذرد، اما تاکنون بودجه این سال توشیح نشده. وزارت مالیه به آن که دلیل توشیح نشدن بودجه را مشخص کند، به تلونیوز میگوید که بودجه سال جاری در مراحل پایانی قرار دارد و قرار است به زودی توشیح گردد. در این میان آگاهان تاکید می‌کند که هر نوع تأخیر در توشیح بودجه می‌تواند سبب کندی روند رشد اقتصادی افغانستان و تأخیر در پیشبرد کارهای پروژه‌های زیربنایی شود. 1 ماه و 7 روز از آغاز سال 1404 می‌گذرد، اما سرنوشت بودجه سال مالی همچنان نامشخص باقی مانده است. وزارت مالیه به تلونیوز میگوید که بودجه سال جاری هنوز از سوی امارت اسلامی توشیح نشده، اما کارهای آن در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی توشیح خواهد شد. آگاهان اقتصادی بر این باورند که هر نوع تأخیر در توشیح بودجه می‌تواند سبب کندی روند رشد اقتصاد افغانستان و تأخیر در پیشبرد کار پروژه‌های زیربنایی شود. چی از لحاظ قانونی بودجه و چی از لحاظ مشکلاتی که بعداً خلق میکنه، چی از لحاظ که حال بودجه نوع سردرگمی را در قسمت مصارف و گپای دولت میاره، بسیار مشکل برای خود دولت، برای مردم و برای پروژه ها ایجاد میکنه. لازم است که یک برخورد مسلکی و تخصصی با بودجه افغانستان صورت بگیره، تلاش شود که از مصارف عملیاتی کاسته شود، روی مصارف انکشافی و توسعوی افزوده شود. یک بودجه مخصوص و قابل ملاحظه و متناسب با نیازهای اقتصادی افغانستان در بخش بودجه انکشافی در نظر گرفته شود تا بتوانم در قسمت مدیریت فقر، مدیریت بیکاری و وضعیت اقتصادی افغانستان نسبتا موثر تمام شود. در این میان وزارت اقتصاد میگوید که امارت اسلامی در سال جاری تلاش می‌ورزد تا روی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کند که به گونه مستقیم بر افزایش تولیدات داخلی و ثبات اقتصادی افغانستان اثر مثبت بگذارد. سخنگوی این وزارت همچنان از سرمایه‌گذاران کشور می‌خواهد تا در رشد اقتصاد افغانستان با امارت اسلامی همکاری کنند. بیشتر تمرکز روی است که روی پروژه و برنامه‌های سرمایه‌گذاری شود که مستقیما بالای افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و رشد اقتصادی ما تاثیر خود داشته باشد، سبب فرصت‌های کاری شود و سبب ثبات و توسعه اقتصادی کشور گردد. تأخیر در توشیح بودجه سال 1404 در حال پیش آمده است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به تاریخ 3 ثور از کاهش بست‌ها در نهادهای حکومتی خبر داد و آن را یک امر طبیعی خواند. بر بنیاد یافته‌های تلونیوز تنها وزارت معارف در سال جاری 90,000 بست را کاهش داده است. میرسیم به پایان خبر ده شب. بر همه شما خوش.